Baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crashing till the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. بچه ها ببینید چه جای قشنگی رسیدیم. ما دیروز راه افتادیم از سمت پاریس اومدیم تو جاده، سعی کردم ویدیو بگیرم، انقدر که بارون می اومد یه سری ویدیو گرفتم ولی نمیدونم خوب شدن یا نه. حالا ببینم میذارمشون تو ویدیو یا نه. ولی بذارید اینجا رو بهتون نشون بدم چه جای قشنگیه. این کلبه‌ایه که گرفتیم. اینجا دیشب رسیدیم باربیکیو کردیم، جاتون خالی، جگر زدیم، ظهرم یه جوجه زدیم. اینجا تاپ گذاشتم برامون. کلا این قسمت همش خصوصیه دیگه. اینجا رو داریم یه برکه مانندیه که بسیار کثیفه. البته دیروز انقدر بارون اومده که هرچی کثیفی بوده بیشتر زده بیرون. دیگه اینجا هم کلی دار و درخت و خیلی باحاله جاش. خواستم ویدیو بیشتر بگیرم. دیروز که رسیدیم که انقدر خسته بودیم نتونستیم ویدیو بگیریم دیگه. تورا یه سری گرفتم ولی فکر کنم که زیاد جالب نشدن دیگه. حالا ببینم چجوری میشن، بذارمشون یا نه. ولی واقعا جاش خشنگه. نمیتونشون بدم آفتاب میزن تو صورت آدم. خیلی گوگولیه. امیرم اونجا هست. سلام کن. سلام، عافیت باشه. فداتون شم. آره دیگه، خلاصه الان حاضر شدیم که بریم به سمت شهر غن. اونجا یه سر دوستامون هستن، بریم بهشون یه سر بزنیم، ببینیمشون، ببینم که تو مسیر اگه هوا خوب باشه و اینا. هوا که خوب هست، اگه خوب شد ویدیو بگیرم و اینکه دیگه بریم اونجا ببینیم چیکار میکنیم. خیلی وقت دوستامون ندیدیم، بریم یه سری بهشون بزنیم. بچه از این خونه هم بگم که من اینجا رو از روی ایربی‌ان‌بی پیدا کردم. یه 2.5 ساعت تا پاریس فاصله داره تقریبا به سمت غرب که میایم، غرب فرانسه. و قیمت مناسبی هم داشت واسه 4 نفر، خوب بود دیگه. خیلی جای آرومیه. خوبیش اینه که مثلا همسایه هایی که دارن مثلا خیلی ازمون دور میشن، اون سر میشه مثلا یه خونه اونورتر که بینشون قشنگ یه فضای جنگلیه بین خونه ها و کاملا اصلا ما نمیبینیم اینجا، هیچ کس رو نمیبینیم. فقط مثلا صبح دیدیم که یه سری آدم ها اون پشت میدوئن و با دوچرخه و اینا میرفتن، از دور میدیدیمشون. ولی اینجوری که کسی بخواد این سمت ما بیاد و اینا اصلا اینجوری نیست. کاملا اینجا یه محیط بسته است و ریلکسیم دیگه. اومدیم ریلکس کنیم. هم مادرم حاضر شد و داره میره اونوری. خلاصه که دلم نیومد دوباره ویدیو نگیرم، گفتم یکم دیگه واسهتون از این محیط بگیرم. واقعا خیلی آرامش داره. بعد جالبه اینجا حالت یه برکه است و خیلی کثیفه ولی توش اردک داره، یه سری ماهی دیدیم، قورباغه داره، چیزای مختلف توش بود. بعد وقتی اینجا آرومه هیچ صدایی نمیاد، صدای اینا میاد هی از آب میپرن بیرون، شکار میکنن ماهیا، صداشون میاد دوباره میپرن تو آب. خیلی جالبه، خیلی حس قشنگیه دیگه. و واسه مثلا یه آدم یه ویکند ریلکسی بخواد بیاد خیلی حال میده. بیا بشینی ریلکس کنی، کاپلی بیان، خیلی باحاله اونم دیگه. حالا ما این دفعه اومدیم 4 تاییم ولی خدای حال میده. باربیکیو هم که حسابی زدیم، هرچی عقده داشتیم داریم خالی میکنیم.
خیلی جای باحالیه. بذارید اینوری کنم. این داخلشه، موزیک و اینا گذاشتن و چیزای مختلف داره. بارش اینجاست، فضای بیرونش هم خیلی باحال‌تره دیگه. ما بیرون میشینیم دیگه. حالا خودش هنوز نرسیده، به ما میگه میاد. ما از یه جای دیگه یه ساعت با اینجا فاصله داشتیم، رسیدیم شهر قم. خودش هنوز نرسیده، 10 دقیقه این برتر خونش. هم فضای بیرون. اون وسط حالت ساحل درست کردن، ساحل گذاشتن و میز و صندلی و اینا دیگه. گفتیم بیایم اینجا بشینیم. One eternity later. بالاخره رسیدن. خودشو خجالت میکشه ها، خجالت کشیده سرشو داده پایه. چرا اینقدر دیر رسیدید؟ رفتیم دنبال شرم کیک. آقا من تولدم بود امروز، اصلا نمیدونستم اینجا یه اتفاقاتی افتاده. داری توضیح بدم. ما رسیدیم اینجا، اینا رسیدن، بعد اینجا آهنگ تولد گذاشتن و واسه من کیک گذاشتن. ایشونم خانم نگار. چرا من عینک ندارم شما با عینکید؟ بعد اینا که دیر رسیدن رفته بودن دنبال شمع و من در جریان نبودم. گیر کرد صاف کن. بگو شما بگو. ما دنبال شم بودیم. خیلی معذرت میخوام به خاطر این ولی آره دیگه. خلاصه اینجا آهنگ تولد واسه من گذاشتن، کیک آوردم، فوت کرد. نه بزن. خیلی مهمه لطفا برش بگیرید. بله خیلی مهمه. دست شما درد نکنه. دیگه خلاصه نشستیم و اینجا هم امیریون هستن نشستن لم دادن دیگه. خلاصه این که دیر رسیدن دیگه، ولی دیگه اشکال نداره. سیکس پک شد. آره اوکی حله، نگران نباش دیگه. خلاصه که دیر رسیدنشون به خاطر این بود، واسه همین بخشیدم. تولدت مبارک. خلاصه حیف شد. حالا نمیدونم که ویدیو از اون لحظه ها پیدا شه. دوستان ویدیو گرفتن، اگه ویدیو گرفته باشن که پیدا میکنیم میذاریم داریم. فکر کنم امیر گرفت. خدا وکیلی اصلا انتظار همچه آهنگ یا اینا رو نداشتم. اصلا برنامه کاریش درسته. خدا وکیلی ببین ما دنبال این بودیم. با دقت از این فیلم بگیریم. ما دنبال این بودیم. آدم نگی گفتی بری شم بخره وای. خب ما از بار رسیدیم به رستوران، اومدیم رستوران ترکی و فقط غذا، حجم غذایی که ما سفارش دادیم رو نگاه کنید. کی میخواد این همه غذا رو بخوره؟ امیر دستوری نشون ندید. امیر دستوری رو نشون میدم. به صورت شاخص. دستوری خیلی خوشحاله. این همه غذا رو کی میخوره؟ I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
اومدیم لب دریا، اومدیم در شهر سملو. خیلی ساحل زیبایی داره. الان خلوته، راستش بخواین هوا زیاد خوبم نیست اونجوری، یعنی زیاد گرم نیست، 25 درجه ایناست دیگه. حالا فعلا که خلوته، حالا سر ظهر قاعدتاً شلوغ میشه، ولی بهتر که خلوته. خونه های قشنگی هم اینجا داره دیگه. بریم یکم لب ساحلش اگه بشه، بعدش بریم توی شهر رو، قسمت قدیمی، بافت قدیمی شهر رو ببینیم و یه غذایی بزنیم. آره دیگه همین اینا بایستادن دم ماشین دارن مایو عوض میکنن که بریم دیگه. اینا میخوام برم تو آب، من فکر نکنم برم تو آب، هوا سرده واسه تو آب، واسه آفتاب 25 درجه است، واسه تو آب فکر کنم سرد باشه. همین دیگه، فعلا بریم ببینیم چه جوری میشه. شما میخوایم بریم تو آب؟ آره دیگه ما بریم تو آب. فقط پله ها رو حواستون باشه خیلی بده. وای این پله هاشه؟ نامردی. آقا نمیشه از این پله اومد، خیلی ارتفاع داره. شیت یه ذره باید خیلی نگاه کنی. بفهمید خاله این پله ها خیلی مارسیو نیست هم قشنگ بود. اینجا از این پله ها با مشقت بیایم پایین. جول بک هم داره و دن 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 دن. آره دیگه اینجا خلاصه ماسه است، ولی یه چیزی که داره این شهر سملو و نزدیک لومون سن میشل هم که هست که لومون سن میشل خیلی معروفه، اینا به جزر و مدشون خیلی معروفه. واسه همین ما الان داریم روی این، از اون بغل پله ها که اومدیم الان روی ماسه هایی که داریم پا میذاریم، بی نهایت آب اومده قشنگ سفته و خوشبختانه این هم ماسه نمیره تو پات که اذیت بکنه، ولی کلا ساحل های دیگه میرن دیگه، ماسه ها میره لای پای آدم اذیت میکنه. فعلا که اوکی دیگه. و خوبیش اینه که خلوته، کاش که خلوت بمونه. من قبلا یه بار سملو اومدم و خیلی شهر گوگلیه، خیلی دوستش دارم. قسمت مخصوصا قسمت بافت قدیمی شهر و اینا. حالا یکم دم دریا باشیم و بعد بریم اونوری دیگه. موتور سواران شهر. این سبک خونه های خیلی قشنگی دارن. همچنین این هم ساحل قشنگش. دوباره اومدیم این برم خالیه، زیاد شلوغ نیست، ولی چون کلا فکر کنم امروز هوا خوب نیست کسی فکر کنم زیاد نیاد ساحل. ولی این خونه هایی که این پشت هستن خیلی قشنگه. خلاصه که
هوا خوبه؟ نرسیم هنوز اون قسمت میخوایم دنبال یه جایی بریم رستوران غذا بخوریم. یه قسمت مرکزی شهرش که هست هنوز بهش نرسیدیم. داریم پیاده راه میریم به اون سمتی یه رستورانی پیدا. اینا رفتن تو آب حسابی یخ کردن. خیلی باحال بود. خیلی هوا سرد بود. من نمیدونم اینا چجوری رفتن تو آب. تو آب گرم میشه. آبم خیلی سرد بود. آخه آب خیلی سردتر از هوا بود. آخه آفتاب ولی... نبود اصلا. چجوری رفتید تو آب؟ حالا ما گفتیم بریم یه چیزی بخوریم دوباره اگه چون قراره آفتاب بیاد بالا. اگه آفتاب اومد بعدش بریم توی دیگه دوباره بشینیم بغل ساحل و بریم تو آب اگه شد. پت اومد. سوپر ماریو. ازم چطوری ازم؟ تو کات جا نمیشم. خب ببین چی کار کنم. واسه همین باید عزیزم وایسا عزیزم. آفرین. تو انتخابت اشتباه کردی. یا تو انتخاب دوربین یا تو انتخاب من. نه دیگه در بلند بالا ها هستی تو. من تو کات جا نمیشم. هم از طول هم از عرض. خیلی خوب دیگه. وای 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 چقدر قشنگی شما. کونشو کرد به ما بی تربیت. چقدر زیبایی شما. چقدر این چوبا خفنن که اینجا زدن بغل ساحلش. این توی قسمت خونه هاشم همشون یه معماری خاص استان بروتاین رو حفظ کردن. همه خونه ها یه شکلن. اکثر خونه ها که نگاه میکنه همشون هم شکلی هن. اینجا کازینوشه. کازینو. میان ملت قمار میکنن. چقدر دوربین گذاشته بالای کازینوه. این البته از پشت ساختمونه. ساختمونش از اون وره. الان این پشت ساختمون کازینوه. ببین در ارتفاعات خوش میگذره. گشنته. گشنشه دیگه. امیر گشنش میشه باید زودتر غذا رو پیدا کنیم وگرنه به جای بد کشیده میشه. بذار جلوی ساختمون کازینو رد میشیم. ساختمونش کشتی بندرگاه اینجا. حالا ولی اون یکی کشتی از این کشتی هست که روش پارتی میکنن شبا. ولی کلا قسمت بندرگاهشه اینجا دیگه. اینجا قلعه هست و اونورم بندرگاهه و اینم کازینو. بقیه ساملو. یه دونه چرخ و فلک هم اونور گذاشتن و دیگه همین. اینجا کلا اون قسمت اصلی شهر همین قسمت ها میشه دیگه. کشتمو شد. بریم دیگه دنبال رستوران دیگه. بریم واقعا. اون پرچم مشکی اولیه پرچم استان بروتاینه دیگه. پرچم اتحادیه اروپا، پرچم فرانسه و پرچم اوکراین. دیگه هر جا جنگ میشه، نه هر جا که نه کشور اروپایی چون هست دیگه پرچمشون بالا میزنن. وای بوی غذا میاد.
اینا دروازه های شهرن. قدیم اینجا قلعه بوده، دروازه هاشه دیگه. امیرینا تون میرن، رسیدن اون جلو، ما هنوز نرسیدیم. اینم یه در کازینوه باید باشه فکر کنم. نه ربطی نداره. توی فرانسه از این کوچه های این شکلی زیاد میبینید دیگه. تو همه شهرها یه قسمت مرکز شهر کوچولوی این شکلی هست که پر مغازه و رستوران و بار و کافه و اینا هست و دیگه خیلی حس و حال باحالی داره، جای قشنگیه. یه چند تا بارون هم داره میریزه رومون. خیلی ناراحتم، یه ذره واقعا بارون شده. اینجا شهر ساحلی که هست، خیلی غذاهای دریایی زیاد دارن. ببینیم اگه یه رستوران غذا دریایی خوب باشه بریم بشینیم بخوریم. اینا رو الان رو گوگل سریع نگاه کردیم، چون که مرکز شهر جای توریستیشه، رستوراناش معمولا جای توریستی رستوراناش خوب نیست دیگه. روی گوگل که نگاه کردیم ستاره هاشو 3.5 3 و 4 و اینا بود. خب ما بالاخره یه رستوران پیدا کردیم، اومدیم از سفارش دادیم، مال ما هنوز نرسیده. ما از این کپای که مال این همین استانه گرفتیم. امیلینا مول فریت گرفتن از اینا، خیلی خوشمزه است اینا. امیدوارم غذای ما هم زودتر بیاد. منتظر نشستیم. غذای ما هم رسید. چقدر جذابه ببین غذا. خیلی حسودیت شد. بدون من میگیرم. خب دیگه حسابی شکممون پر شد. یه دونه اونجا ما خپه واسه دسرم زدیم با نوتلا، ولی الان دوباره داریم میریم بستنی بخوریم. جای دسرمون پر نشده. اینجا این شهرم خیلی زیاد بستنی فروشی داره. نمیدونم قضیهش چیه که اینقدر بستنی فروشی پشت بستنی فروشیه و بستنی فروشی خیلی شلوغ و معروفی داره. از این اقیسا که توی ویدیو ممخت گرفته بودم، رفتیم چشامون رو نگاه کردیم با سحر اونجا. اینجا هم داره که چشا رو میگیرن گردنبند میسازن از روش. تو اون ویدیو گذاشتم براتون دیگه. خلاصه پیش به سوی بستنی. این بستنی فروشی هست که گفتم و صف داره همیشه، خیلی شلوغه، خیلی معروفه اینجا. اینجا بستنی از این بستنی ایتالیایی تورا میدن، اونور از این اسکوپیا میدن، ولی جفتش یه مغازه است. ما اومدیم از این یکی ها بگیریم. طعم هم زیاد نداره، ماست داره، کارامل داره، وانیل داره، خز داره. خب ما بریم سفارش بدیم. بستنیمونو گرفتیم. بستنی بستنی ها اون یکیه. ما بستنی توت فرنگیش فنباز گرفت چی؟ نه 2.80. Tout est prêt. حالا Allons-y. Dans 100 mètres, دیگه رفتیم tournez à دوباره droite sur avenue de دم Roca. ساحل و داریم برمیگردیم. خسته شدیم. جنازه
سوختیم هم یکم، آفتاب شد خدا رو شکر، ولی رفتیم حسابی استفاده کردیم تو آب و الان داریم برمیگردیم. Let's go. اسپولی Ay, Lisbuli.